سلام دوستان، ببخشید یه سوال موشکافانه داشتم از حضورتون. وقتی طلسم یه ولی فقیه خورد و خاکشیر میشه چه وضعیتی براش پیش میاد؟ اینجوری میشه یا اینجوری میشه؟ شایدم بگید اینجوری میشه. اینا همه هست، اما اجازه بدید بنده موشکاف وضعیت 6/4 چنین ولی فقیر رو براتون کامل تشریح کنم. پریشب سیدعلی به صحنه اومد تا داد و هوار نوچه‌هاش علیه شیخ پری رو بخوابونه و دمدمای مذاکرات طویله نظامو آروم کنه. با توجه به اینکه دولت چند ماهی بیشتر نیست بر سر کار آمده است و باید فرصت داد تا بتوانند کارها رو انشاءالله با قدرت پیش ببرند، هم منتقدین به این توجه کنند و با دولت با شرح صدر رفتار کنند، هم مسئولین دولتی با منتقدین با شرح صدر رفتار کنند. همه با هم، همه در کنار هم، همه در راه امام بزرگوار، همه در راه اقتدار این کشور انشاءالله به پیش بریم. خب حالا ببینیم اوباش کفن کرده ولایت چقدر حرف ولی امرشون رو گوش کردن. ببینیم صدرشون رو چقدر شرح دادن. اول از شربت مداری شروع میکنیم که قرار زبون ولایت باشه. برای تکمیل چرخی فوق و اخلال در امور روزمره مردم و ناامید کردنشان از انقلاب، دشمنان ما عواملی از خودشان را به بدنه مدیریتی جامعه تزریق می کنند. بخشی از این افراد کسانی هستند که به لحاظ فکری و سبک مدیریتی و نوع جهانبینی مرعوب غرب هستند. این گروه بی هیچ مزد و مواجبی گام در راهی می‌گذارند که دشمن برنامه ریزی کرده است. اینم از خورناس معترفه تو رسالت که مطابق اوامر ولایت اونقدر شهر صدر نشون داده که میخواد بره واسه ریشه‌کنی کوسه و دار دستش. کندن ریشه کسانی که حلقه اتصال آنها با غرب به تار مویی بسته است برای ملت ایران هیچ هزینه و زحمتی نخواهد داشت. خب دوستان نظرتون چیه؟ حالا دیدی وقتی طلسم ولایت میشکنه چه وضعیت زاگاریتی واسش پیش میاد؟ دیگه جک و جونا برای خودشم حرفشون نمیخونن، چه برسه به بقیه. اینجاست که قلب ناقص ولایت میترکه و کوسه هم دیگه به درک. خب به درک، خب به درک. یشک تمسا میریزی که چی بشه، شب و روزات باید با هم یکی بشه. آلبوم عکسامون رو قیچی میکنم، تموم عکسامون باید تکی بشه.